خیلی خوب، خودتو معرفی کن. سلام، دونالد ترامپم. تنها رئیس جمهوری که میتونه با یه توییت دنیا رو تکون بده. دونالد ترامپ 47مین رئیس جمهور ایالات متحده، کسی که با شعارهای بلند پروازانه اومد و به اقتصاد آمریکا نفسی تازه داد، اما به دموکراسی آمریکا یه زخم عمیق زد. مردی با 2 دوره جنجالی که اسمش با بحران و تفرقه گره خورده. خب دونالد، قضیه چیه؟ چرا میخوای اسم خلیج فارس رو به خلیج عربی تغییر بدی؟ راستش دیدم این مسعود با ما راه نمیاد. گفتم یک کمی فشار بیادم ببینم چی میشه. ترامپ از اون تیپ آدم هاست که جنبال بهونه است. فقط یه جرقه کافیه تا یه آتیشی بپا کنه. یعنی اون همه تحریم و فشار کافی نبود؟ خدا از دهنت بشنوه. من شما رو گذاشتم لای منجنه، ولی شما انگار نه انگار. حتی که آف هم